یه دقیقه ساکت ببینیم ایشون چه خسرو شعری میخواد بهمون بگه. چی شد؟ خسرو شعر گفتم. خسرو خان شاعر نبودی مگه شما بر میزنی؟ بله. خب به شعرهای شما خسرو شعر گفته میشود دیگه. نوکرتم. آها بله درسته راست میگه. داداش فقط هر خسرو شعری هم نگیا زشته. باشه خیالت راحت، ولی به نظرم الان اصلا وقت خسرو شعرگویی نیست. چرا؟ آقا پشت سرتون نگاه کنید، ببر اومد. آقا. بله آقا، برق نیومده که صلوات میفرستین. میگم ببر اومد، فرار کنید. ببر کورین مگه؟ صبر کنید جا چشا. چی شد؟ پشته؟ نه میگم یعنی صبر کنید. الان خودم همین جا چشو چالشو کور میکنم، بعد دست سویل تو کورش میکنم. جا چشو. عجب دختر خانومی. داداش ایشون دیگه با این دل و جرأت دختر خانم نیست که دختر خانم محسوب میشه. آخ راست میگی خدا وکیل. دختر خانم شما بی زحمت این جرأتی که لاپای های شجاعت شماست از کجا آوردی؟ این؟ نه این که گره روسریمه داداش. کجاشو دیدی اصلا؟ حقیقت من خیلی ترسو بودم، ولی یه بار تصادف کردم دل و جگرم ریخت بیرون. خب بعد اشتباهی دول و جگر به من پیوند زدن. متوجه شدی؟ ای زنده باد. احسن. اون وقت دختر خانم چقدر هزینه شد این دول و جگر؟ حقیقت اون موقع قیمت دلار آورده بودن پایین میترسید، اما الان داداش قیمت دلار خیلی بردن بالا، اصلا نمیذاره دیگه. آها راست میگه. حالا اجازه میرین برم سراغ اون جاچش یا نه؟ نه دختر خانم، من ببر وحشی نیستم که. خواهش میکنم این کار نکن. من اهلیم. اهلیه؟ آره اهلیه. خب اهلی آقا چرا اینجور اومدی؟ شاشیدیم به خودمون که. خسرو شعرهای ایشون گوش کنیم کیف کنیم. خدا وکیل اینجور که شما اومدی اگه این دختر گلم نبود ما سکتر کرده بودیم. ایشون دختر شماست؟ بله. یعنی ایشون دوماد شما رو؟ بله. چی شد؟